روز ششم نوامبر سال 2023 یک گروه طرفداران حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و فعالان تاجیک در شهر زیندورف در شمال استان باواریای آلمان به ضد بازداشت عضو این حرکت بلال قربانعلیف تظاهرات اعتراضی دایر کردند. بلال قربانعلیف که در بین اعضای این گروه با نام عثمان معروف است، در اعتراضهای روزهای 28 و 29 سپتامبر در برلین فعالانه اشتراک داشت و به گفته امسفانش یکی از آن نفرانی بود که با تخم به کاروان ماشین‌های پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان حمله کردند. قربانعلیف روز 24 اکتبر سال 2023 در شهر زیندورف از سوی پلیس آلمان دستگیر شد و به او اخراج از آلمان و حتی فرستادنش به تاجیکستان تهدید می‌کند. تظاهرگران که به گفته خودشان حدود 25 نفر بودند از مقامات آلمان آزادی بلال قربانعلیف و خودداری کردن از اخراج او به تاجیکستان را تقاضا کرده گفتند که در صورت به تاجیکستان سپرده شدنش به این عضو گروه 24 خطر شکنجه و حکم طولانی زندان تهدید میکند. تظاهرگران با خود عکس‌های عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از فعالان اپوزیسیون تاجیک را نیز داشتند. عبدالله شمس‌الدین ماه ژانویه سال 2023 از آلمان به تاجیکستان اخراج گردیده ماه مارد با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع و اپوزیسیونی به 7 سال زندان محکوم شد. بلال قربانعلیف یک عضو حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که در حمله روز 29 سپتامبر سال 2023 به کاروان ماشین‌های پرزیدنت امومالی رحمان در برلین اشتراک داشت. روز 24 اکتبر از جانب پلیس آلمان در شهر زیندورف با اتهام ویران کردن قانون‌های مهاجرت این کشور